سلام دوستان، توی این پست برخلاف ادامه روند والد بالغ کودک کتاب وضعیت آخر خواستم یه کتاب معرفی کنم. کسایی که تازه میخوان کتاب خوندن رو شروع کنن یه ذره سردرگمن چه کتابی رو شروع کنن. اگر میخواین با خوندن تازه میخواین شروع کنین، کتابایی مثل کتابای داستایوفسکی رو نگیرین. قمارباز، برادران کارامازوف، یه کتاب روونتر شروع کنین. یکی کتابایی که من خوندم و خیلی دوستش داشتم، هزاران خورشید تابان اثر خالد حسینی، نویسنده کتاب بادبادک بازه. به شدت این کتاب زیباست، به شدت داستان زیبایی داره. دختری به نام مریمه که توسط مادرش خدمتکار یکی بوده، کسی که 3 تا زنم داشته، ولی توسط همخوابی با اون خدمتکاری به دنیا میاد و به خاطر اینکه حلال نبوده قضیه برمیگرده به 60 سال پیش، زمانی که افغانستان هم پادشاهی داشته و توی هرات توی روستایی با این مادر تنها زندگی میکنه. پدرش هفته 1 بار میاد به دیدن این. داستان به اونجایی میرسه که میره کابل و فرق قشر سنتی و مذهبی کشور با قشر اون موقع قشر پادشاهی و با کلاس کشور و آمدن طالبان و اتفاقاتی که واسه خانواده‌ها جنگ و خیلی خیلی کتاب زیباییه. پیشنهاد میکنم اگه میخواین کتاب خوندن رو شروع کنین، بادبادک بازم خوبه ولی به نظر من این خیلی بهتره، کمتر از اونم شناخته شده است. این کتاب رو شروع کنیم بخوندن، هزاران خورشید تابان اثر خالد حسینی.